تهران رفتم توی سوپرمارکت یه کاری داشتم، یه جوانی بود، انشالله جوان خوشتیپ و خیلی باحالیه، مثلا نزدیک 30 سالش. گفتم سلام علیکم. تا ما را دید گفت که کی میری؟ من یاد برگشتم چرا نمیری؟ گفتم با منی؟ تو مگه تازه اومدم؟ بعد فهمیدم دیگه، خب ما هم دیگه رفتم بغلش کردم و گفتم آقا قربونت برم اشتباه گرفتی. بعد آقای شهردار محترم خدا میدونه نیم ساعت، حالا من ساعت نه ولی مدتی دقایقی کنارش نیستم، یک پدری از این جوان مادر مرده، اداره مالیات، بیمه، شهرداری، ادارجاتی که مال کاسبیات، پدر اینا در آورده بودن. خدا میدونه میگم من 4 لیتر بنزین میخوام سرم بریزم از دست مسئولین، نمیذارن ما کاسبی بکنیم. خب بابا جان این داره فوش میده به نمیدونم اسلام و دین، مقصر خدا که نیست، مقصر اون نامردایی هستند که به جای اینکه یک جوان میخواد حالا کاسب باشه کمکش کنن، تازه چوب را چرخش میکنن. بعد نشستم باشه حرف زدم، گفتم به خدا حرفاشو تو قرآن زده. ببین الهی دورت بگرد، فقط توی یه سوره الرحمن 32 بار گفته فبأی آلاء ربکما تکذبان. یکی از جاهای خطرناک جهنم ویله. ویلون اسم مکان دیگه، ویل به معنی وای نیست، ویلون یکی از جای بدتر جهنم ویل. میگه ویلون للمکذبین، ویلون للمصلین. بعضی از نمازگزارا رو اونجا میکنه. چرا؟ میگه برای که نماز خوندن، آبروی نمازو با ریشه دین مردم رو زد، با عبا عمامه مردم رو بیدین کرد، با مداحی مردم از امام حسین جدا کرد، با قرائت قرآن مردم از قرآن زده کرد.